سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من. امیدوارم هر جای دنیا هستین حالتون خوب باشه. امروز قرار ریاکت بزنیم به فتی، پلیری که همه تون میشناسیدش و جدیدترین ویدیویی که فتی رو چنل خوش آپلود کرد و براتون آوردم. جایی که فاجعه میداد و کات کردم این ویدیو طولانی نشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرین و اگه دوست دارین داخل همین اول ویدیو حمایت بکنید از من، دکمه لایک رو بزنید و حرفی دیگه نیستش. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم اولین ریاکت رو انجام بدم ببینیم فتی چی کار میکنه. این واقعا خیلی قشنگه. من الان آپدیت کرده بودم بازی رو، سرم شلوغ بود وقت نکردم یه دست بازی کنم، ولی خیلی خفنه. صدافا داره، میشم 36 بالا سرش. آقا اینجا به خط میگرم من اولی رو میده چه لوتی میکنه. بلوتی سریع چقدر خفنه. تازه دارم میبینم. اوه چه مانوبری میده. یه 24 تمیز یه میزنه میشه تمام. خیلی خفنه. سوار این به اصطلاح چیزا میشه، بعد مثل اسکیت روش سور میخوره، بعد یک دفعه میپره. خیلی باحاله. عجب مود پاپی شده بازی. چه عجب هر موقع پاپی مدیریت مود واسه خارجی ها. ما فقط داریم با پینگ و اینا سرکله میزنیم و از اینا برق پرتاب میکنه. باش اومد کاور درست کرد. خیلی خوبه اینطوری. خیلی پرکاربره. بعد نمان پیستول هم همیشه اینو بگیرین، رفقانتون رو همراهتون داشته باشین. با این کاور درست بکنین. میخوای راش بدین، میخواین کاور بکنین، ازش استفاده کنین. نکشیم اون جومون. بچه‌ها فتی من چند بار ویدیوش نگاه کردم، خیلی فاز میگیره بعضی وقتا. فکر کنم جومون یه واقعا. داخل صداپا داره. از دوتا فکر کنم بیشتر باشن. یورو آدم برفی کرد. بال ناموسن. نه آدم برفی آدم برفی چی میگه این وسط؟ خیلی ناموسن پابجی. چه مودی داد. از من اگه دارم میگم پابجی کارش درسته، انقدر حال بازی پابجی فوش میدن احساب من خود میشه. بعضی وقتا یه آپدیت های بعضی وقتا میده، یه باگایی میاره، آدم شاخ در میاره. دستم خسته میشه. نوبتی میام گوشی رو عوض میکنم. این گوشی میبینید دستمه، با این 2 سال بازی کردم، CFPS هم نمیکشه. دار جاتر بهتون میگم فتی این چه حرکتاییه. مثلا نکن میگم بازی جمهور میگیره همینا. حالا که داری میبره بالا فاصله رنج 100 متر رو میخواد جامپ شات. آها حالا شد خودتو یخ کرد. ای پرنده مهاجر، پرنده مهاجر رو میزنه مثل گیرانی هم. یه ویدیو رو لایک بکنید. شما اگه دوست داشتین ویدیو من لایک بکنید. دمتون گرم. تا الان 8 کیل گرفته. امیدوارم در ادامه شده خفن‌تر ببینید.
عامل بدنسازیه، اینقدر لامصب با کاور سنگینه که گوشی دستم خسته میشه واسه این دست. ناموسن لایک نداره. من اصلا داخل یک شرایطی افتضاحی دارم رو ویدیو میگیرم، خیلی به حمایتتون نیاز دارم. اولین ویدیو من هم هستش و خیلی با این که آقا من این کارات نداشتم سرکله میدارم برای آخرش شروع بکنم. حالا بعدا توضیح میدم. اینجا یکی رو زد ناک کرد سر همین ماسماسکا داشت میومد سر این میلا که ناکش کرد. اما اون که رفت سر میلا داره میاد. خب دیگه اینجا راش خوبی ندادن بهش، راحت خوردن، اوپن بودن. اینجاش اینو ریوایو میده. جون بزنم بنده خدا. یه اسکرال جوکر بهش میگن. آره یکی رو ناک میکنه. دو تا رو بکنم که یارش آخری رو زد و رفتن لابی. و دوباره باید ریوایو بده دیگه. نه بس موسی ریوایو نده، باید ریوایو بده. او بازم اینی میدارم. سوار میله میشه 200 تا سرعت میره به سمت جلو. یک حرکت نینجایی انجام میده، میره رو صف. این بات چی الان داره میزنه؟ پشت کاور میزنه. تو از این میله میره به اون دوباره بدونم موسیقی. احساس میکنم پشت کاور میزنه، علی کید میخوره. حالا ما یورو پس قلشو چیز میزنیم بخواد جلو دهنمونه نمیره. علی کی نیستش ما پشت کاوری میمیدیم ما ایرانی ها. اینا ما رو میزنن. نامرد تو میشه نیست و مریضه. هی میاد کوله رو باز میکنه، میبنده باز میکنه باز میگیره اصلا این فتحی. این اسکیتی تغییر پیدا کرد. اسکیت قبلی اصلا اسکیت قبلی رو نیستم. آشغال بود اسکیت قبلیه. به یه چیز کوچیک میخورد وای میستاد، به تپه میخورد وای میستاد، به یک دونه علف میخورد وای میستاد. یک ساعت طول میکشید اسپیدش زیاد بشه تا ساعتش زیاد بشه انمی ما رو میزد. بعد اینا اوور اسپید چی بهش میگن؟ اسپید نهاییش مثلا تا فکر کنم 80 تا بود. زیاد سرعت میرفت. ولی اینکه اولش خیلی طول میکشید سرعت دیگه واقعا از چقدر من اینجا مرده بودم سر داستان اسکیت. یکی بود با جیب داشت من دیگه دیگر زد به درخت فتح ماشین محکم رفت داخل دیر این دیگه. بعض وقتا فتحی این ماشین ها سوار میشه هی دو به نیتروژن میزنه صدا بره پول دارن اینا. فقط من اسکیشی رو باز به نمایش میدارم. ولی ناموسا خفن هم هستش. نه از حق نگذاریم. اسکین خوبیه. من اسکین ها زیاد اسمشون نمیدونم. مثلا لامبورگینیه یا مثلا مکلارنه. اسم مختلفی دارن. مثال دارن. هر رفت با اسکین ماشین میده و فکر کنم خیلی گرون هم هست که از ماشین ها رو بگیری. قبلا یه ماشین اومده بود این مکلارن بودش دیگه.
بعد مثلا فکر کنم یه چیزایی میگرفتی ماشین آپگرید میکردی، بعد اکریلی بودش مثلا نور میزد و بعد جدیدن هم ماشین هم این مسیج هم دارم یه رو بدیم با سطحی داشت میزد بعد دادش ناکش کرد. بنزین ماشین دیگه آخراشه دراغ هم لود میکنن و برن سراغ و فاماس رو نگرفت. فاماس گان خیلی قویه ناموسن. ما نهاریم با فاماس اینجوری میزنیم که اینا فاماس بگیرن علمی جر میدن، فقط بعدی فاماس این جر خشاب میخوره، تمام گانه AR خشاب میخوره، خود فاماس هم خشاب میخورد داخل آپدیت قدیم، الان خشاب نمیخوره. پابجی کلا مریضه. مثلا همین AMR یارو داره خط میگیره، این اصلا 5 تیر بیشتر به پلیرها نمیده. همون A دبل بود با 20 تیر خوب بود دیگه. الان AMR بیشتر از 3 تا بازی یه 2 تا تیر میزنی تیرش تمام میشه. خط گرفته نمیتونم برن جلو بودن برم میخواد اسناپ بشنه. اوه یه پس اسنایپ الان با میکی کاور درست میکنه میره جلو. خیلی خوبه ناموسن، این عالیه. عجب کوکتل تاثیرگذار بچه‌ها. درسته مثلا آدم باید از کوکتل و اینا چیز ساده باشه، حروم نکنی. یه کوکتل انداختن بعد وقت بهتره که با تفنگ بزنیدش، با رایفل بزنیدش. من میخواد اسنایپر با رایفل داره یاد میزنه، وقتی اینجا میخواد یه اسنایپ تمیز میزن. خب یاروشو بگیر و بعد میگی ویدیو من لایک بکنید، باشی رو لایک یا خودتون داره دیگه. دور در از روی دور داره عزیز. اگه میبینید ویدیو باش بخوره بخاطر این هستش که بعضی جا تبلیغات هستش، من تبلیغات رو برمیدارم، بعد جایی که بازی رو برمیدارم، بعد رو براتون میذارم و بهش ریاکت میزنم. حسینی امارنده بابتی لایک کن. این لحجه مازندرانی اینی دیگه ما رو سایدی گفته اینقدر لایک میکن. فتی عاشق اسکینا یخیه، اما مود یخی اومد الان فتی دوباره موسش عروسیه، عاشق اسکین یخی اینا. من اصلا جدیدن دو نگاه میکنم فقط اسکین یخی اینا میذاره. این یورو چون ناک نشد یه تیر میزنم تمام. یورو خب یورو روی این همه تیر خورده هنوز داره نگاه میکنه، این اصلا حس نمیکنی تری چوری باور بگیر دیگه. البته اولای سیزن هستش این پشمک ها حضور دارن همیشه، اینا فکر کنم باز دیگه بمیره دیگه لا بستم. آخش گناب بزنیم به بدن. گوزن سرعتش 76 80 چیز تمیزی به نظر میاد.
تمام شدش و فتی بازی رو وین کردش. به نظر من پابجی موبایل این سری واقعا مود خفنی اضافه کردش و پابجی این سری سنگ تموم گذاشت تو سری ساختن این مود از اون موده هستش که واقعا گیم پلی گرفتن داره. انشاءالله در ادامه گیم پلی بیشتر داخل این مود نگاه میکنیم و همچنین ویدیو بیشتر از فتی پلی هستش که واقعا شناخته شده هستش و 1 میلیون سابسکرایب داره تقریبا و این ویدیو بدش نبود ولی به نظر من ویدیو معمولی بوده چون اول سیزن هم هست و در ادامه انشاءالله از فتی انتظار می‌کنیم که گیم پلی خفن‌تری ازش نگاه کنیم و البته بستگی به شما هم داره که چنل منو دنبال میکنید یا نه. اگه چنل من سابسکرایب کردید حتما زنگوله بغلیشو بزنید تا برای شما نوتیفیکیشن ارسال بشه. در ادامه ریاکت های بیشتری به فتی میدیم و همچنین پلیرهای خفن دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید و تا اینجا ویدیو من رو تماشا کردید. دم تک تکتون گرم. تا ویدیو بعدی بدرود.